اختر محمد منصور، رهبری در دل آتش. ملا اختر محمد منصور، رهبری در دل آتش. در دوران تاریکی که آسمان میهن زیر غبار سنگین اشغال شده بود و فریادهای آزادی در گلو خفه می گشت، مردی برخاست. ای امیری مهربان و ای شهیدی قهرمان. مردی از قندهار، از خاک غیرت پروری میوند، که تقدیر او را به صحنه تاریخ کشان تا علم مبارزه را بر دوش گیرد و آتش امید را در دلها زنده نگه دارد. او ملا اختر محمد منصور بود، رهبری که در دل آتش زاده شد و با شعله جهاد زیست. ملا منصور نه تنها رهبری خردمند، بلکه تجسمی از اراده ملت برای آزادی، استقلال و عزت اسلامی. او رهبری است که در تاریخ جاویدانه خواهد ماند. شهید امیر المؤمنین رهبرا، سالار دست بینی قافل.